ساعت با وقتی پراگ رسو 15 و این برنامه تحلیل و خبری اخباری آزادی است. سلام بینندگان مهربان، در چند دقیقه دیگر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. بازداشت متهم به جنایت و بررسی احوال مهاجران. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان با 2 هدف به مسکو رفته است. در انتظار کمک، ساکنان جماعت در شهر وحدت میگویند اگر به زودی برایشان کمک‌های اولیه رسانیده نشود احوالشان بدتر خواهد شد. نه هیچ نشده، ولی ما یکم چی کمک ندیم. خواهیم خلق اومدیم جای اردام کردیم تمام، یکم چی کمک نرسونده یکم جو. و در پاکستان خانه‌های ارزان و تاب‌آور به فلاکت می‌سازند. این کلبه‌ها زیر آب نمی‌ماندند. با گذشت 2 روز از سر زدن آفت طبیعی، ساکنان میگویند از کمک‌های اولیه برخوردار نشدند. به قول باشندگان جماعتی چویانگران شهر وحدت، آنها از زمره نفرانی هستند که این شب و روز به کمک بیشتر نیاز دارند. سیل آبخیزی‌های 2 روز پیش در برابر شهر وحدت به مردم و راه و پل‌ها در ناحیه رودکی، دوشنبه، حصار، ناحیه‌های ورزاب، دیوشتیج، رشت، سنگوار و توجیک‌آباد نیز ضرر رسانده است. شمار قربانیان این حادثه به 17 نفر رسید و احتمال است امور تغییر یابد. علیشیر ظریفی و امیر ایسویف گزارش میدهند. همین سیل پول هم کیلومترش هم میبره ایدای را اصول فهمیدی؟ انا اکن یک تا سیل کلیت کرد این همو خیلی بوش دیستای خانه اونم خانه شیزه بو سیل میخواد میکنه. محله جوانی جماعت چویانگران شهر وحدت. این ساکنان منتظر کمک‌های اولیه مقامات هستند. خودشان مجبور شدند به طور حشر آبولای را از حولی‌هایشان بیرون برارند. نه هیچ نشده، ولی ما یکم چی کمک ندیم. خواهیم خلق اومدیم جای اردام کردیم تمام، یکم چی کمک نرسونده یکم جو. سیل ماشین این خانواده را میبرد، قسمی از منزلش را ویران نموده، ذخیره آذوقه‌اش را هم نابود میسازد. با اردام کم بغل اوحش با اردام نمیکنن اخی. اردام کنن اخی. برای بنیاد این منزل این زن 12 سال در مهاجرت مهنتی در روسیه کار کرده است. او چرا ندیدم او چم مرد و تمرد مرده نیامدم که خونه کنم خونه او چم سرم نکنم نه به همین احوال شدیم. مسئولان میگویند به ساکنان کمک‌های کردند و برای پورا معین نمودن حجم ضرر و مساحت آن کارهای بروی خودگیری جریان دارد. گروه‌های کاری 10 گروه تشکیل کرده شده توسط خانه به خانه وابسته به شرایط زیستی مردم ضرر دیده کمک مالیوی یعنی خوراک و مواد ضروری گیگینی رسانیده شده ایستاده است. اما ساکنان محله چنین ادعا را رد نموده از آن نگرانند که تا حال به جز دسترس نمودن آب نوشاکی دیگر از هیچ کمک برخوردار نشدند. ساکنان این محله میگویند اگر در زودترین فرصت به آنها کمکی فوری رسانیده نشود احوالشان بدتر خواهد شد. هرچند بعضی نمایندگان مقامات میگویند که به ساکنان کمک رسانیدند، ولی از چند منزلی که دیدن کردیم و با ساکنانی که صحبت کردیم چنین ادعا را رد کردند. علیشیر ظریفی، امیر ایسویف، رادیوی آزادی، جماعت چویانگران شهر وحدت. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان برای بررسی احوال مهاجران و بازداشت دلشاد سعید مرادوف گمانبر در ربودن معاون رئیس اوریون بانک به روسیه رفته است. دفتر مطبوعاتی وزارت امروز گفت رمضان رحیم‌زاده با همتای روسش ولادیمیر کالاکولتسوف واخورده وضع مهاجران، مشکلات، حفظ حقوق آنها و مسئله دستگیر نمودن دلشاد سعید مرادوف را بررسی خواهد کرد. مقامات میگویند دلشاد سعید مرادوف بعد ربودن و کشتن شهرت اسمت اللهیف به روسیه فرار کرده است. رمضان رحیم‌زاده در حال میخواهد وضع مهاجران و رعایت حقوق آنها در روسیه را بررسی کند که صدها نفر آنها در عملیات نهادهای انتظامی تحقیر، لط و کوب و بازداشت می شوند. از جمله پلیس روسیه روز 28 آگوست 50 مهاجر تاجیک را در ناحیه بوتوه جنوبی مسکو بازداشت کرده است. مقامات شهر ندادند ولی قبلا اعلان کرده بودند که قانونی بودن سندها و اقامت مهاجران را تفتیش می کنند. یک تحقیق رادیوی آزادی نشان داد که نه تنها شرکت‌های نزدیک به بیگ‌صبور رئیس خدمات علاقه در کلاب حق استفاده از برق و انداز را نمی‌سپارد، بلکه شرکت‌های نزدیکان بختیار نظرزاده رئیس شهر نیز عین کار را می‌کند. خبرنگاران رادیوی آزادی معلوم کردند که شهرداری کلاب از منصب به فایده شرکت خود استفاده می‌برد.
همکارم مومین احمدی این موضوع را تحقیق کرده است و حالا در بری من در استودیو است. مومین، چی سبب شد که شما فعالیت‌های شهرداری کلوب را تحقیق کنید؟ سلام شهلا، سلام بینندگان عزیز. وقتی سال گذشته ما گزارش دادیم که شرکت‌های نزدیک به بیگ صبور رئیس خدمات علاقه در کلوب پول برق و انداز را نمی‌سپارند، چند نفر به ما نوشت که عین کار را بختیار نظرزاده شهردار کلوب نیز انجام می‌دهد. به ما از بخش انداز کلوب و اداره برق دلیل‌ها روان کردند که شهردار نه تنها از بیگ صبور و دیگر قرضداران دادن پول انداز و برق را طلب نمی‌کند، بلکه خودشون از نزدیکانش نیز حق برق را نمی‌پردازند. دو کارمند اداره برق و یک کارمند اداره انداز بر رادیو آزادی گفتند که شهردار با آنها فشار می‌آورد که پول برق و انداز را از برخی کارخانه‌ها طلب نکنند. مومین، مثلا کدام کارخانه ها مالیات و یا حق استفاده برق را نمی‌سپاریدند و آیا ارتباطی به رئیس شهر دارند؟ بله شهلا، تحقیق نشان داد که برخی از کارخانه هایی که پول انداز و برق را ندادند مستقیم یا غیر مستقیم به رئیس کلوب تعلق دارند یا زیر رهبری او عمل میکنند. خودش گفت این کارخانه ها به نزدیکان او تعلق دارند. کارخانه جدیمی فعال است، کار میکند. حاضر سمت کارش ایواز کرده است. حاضر شرطنامه بستگی با یک شرکت از ولایت سوخت کار علاقه آغاز کرده است. او با ما تعلق ندارند، او با خش تواری ما تعلق دارند. این علاقه سیم باره شما همی سوال میتین. قرضش پرداخت شده است، مرحله با مرحله ترتیب جاری کرده در موافقه با کمیته انداز نزد حکومت جمهوری اسلامی پرداخت شده است. کارخانه های کلوب بیش از 4 میلیون سومانی از استفاده برق و بیش از 14 میلیون سومانی از انداز قرضدار بودند. کارمندان انداز و برق گفتند که رئیس شهر بیشتر به شرکت دلیر توجه دارد. این شرکت در مرکز کلوب مهمانخانه چهارآشیانه و چند کارخانه های خرد در گوشه و کنار شهر دارد. شرکت در چند ماه اخیر بیش از 23,000 سومانی پول برق را نسپرده است و 20,000 سومانی مالیات ناسپرده داشته است. در سندها مسئول پرداخت پول برق بختیار نظرف نام برده شده است. تحقیق ما نشان داد که این شرکت در گذشته به خود او و بعداً به نام پسرش و حالا به نام نزدیکانش ثبت نام شده است. مومین، باز کدام حالت‌های سوء استفاده از مقام شهردار رو در این تحقیق پیدا کردید؟ ما معلوم کردیم که شرکت زیر نظر بختیار نظرزاده سال 2013 هنگام سفر پرزیدنت به کلوب کارخانه بسته‌بند میوه خشک را باز کرد که تنها یک روز و آن هم زمان سفر پرزیدنت کار کرده است. هرچند در خبر گفته میشد که این کارخانه در یک سال 3,000 تن میوه خشک میکند و 35 نفر کارگر دارد. ما ایون امسال آنجا را ما دیدیم که مثل خرابازار بود و داخلش گاو و مال میچریدند. خلاصه تحقیقات فراگیر است و بزودی در وبسایت azadi.org نشر می شود. تشکر. تشکر. همکارم مومین احمدی بود درباره یک تحقیق رادیو آزادی دایر به فعالیت‌های رئیس شهر کلوب صحبت میکرد و همینطور هم که گفت بزودی می توانید در وبسایت ما آن را بخوانید. خب، صحبت‌های رهبران منطقه‌های مرزی و مقامات قدرتی و اعضای کمیسیون بین دولتی در نشست‌های خبری کمرنگ‌تر شده است. روزنامه‌نگاران و دایره‌های کارشناسی در مسائل سرحدی می‌گویند هرچند در نشست‌های خبری درباره وضع مرز و کار علامتگذاری زیاد بود ولی جواب‌های مشخص و حرفی نو گفتن نمی‌شد. سبب چیست؟ احتیاطکاری و یا از مسئولیت فرار کردن؟ در این باره فرزان محمدی گزارش آماده کرده است. تقریبا نصفی از شهر و نواحی ولایت سوخ با جمهوری قرقیزستان مرزی مشترک دارند و در 2 سال اخیر شاهد جنجال ها گردیدند. پس از مناقشه خونین سپتامبر سال گذشته کار کمیسیون تعیین و علامتگذاری مرزی شدیدتر گردید و رهبران شهر و نواحی مرزی هم در آن شرکت می‌ورزند. اما در نشست‌های خبری از نتیجه گفت و شنیدها جزئیات نمی‌دهند. البته این مسئله حل خودش می‌آورد. یکو کیلومتر خطی سرحد کشیده شد یا نه؟ در حدود ایستوره؟ در حدود ایستوره؟ شما کدام مدت نمیگویید؟ بهاءالدین بهادرزاده در نشست خبری قبلی گفته بود که در ناحیه دوشتیش بیش از 100 کیلومتر سرحد با کشوری همسایه موافقه کرده شد. ولی رئیس ناحیه دوشتیش میگوید با قرقیزستان 64 کیلومتر مرز دارد و منطقه های بحثی ندارند. پرابلم جدی در ناحیه ما نیست. دیگر رئیسان ناحیه‌های مرزی میگویند درباره تعیین و علامتگذاری مرز هیچ اطلاع ندارند.
این در سطح جمهوری باز رفتار خودتون میدونید باید آمد زوری ولی پره نقطه مونی باشم نی به ما هیچی گفت نمیتونی بود مناسبت‌ها بین ولایت سوخت و بین ولایت بدکن مناسبت‌های بسیار خوبی کاری روزنامه‌نگاران و کارشناسان مسائل مرزی میگویند رهبران منطقه‌های مرزی همچون نماینده پرزیدنت صلاحیت و مسئولیت دارند که در این مسئله شرح دهند ولی ظاهراً احتیاطکاری میکنند. مسئله مرز این مسئله خیلی نازک است. البته از سخن ناجا میتوانند مناقشه ها سر زنند. شاید با آن خاطر که هر گونه واقعی نامقبول رخ ندهد شاید از همین سبب بسیار منصبداران خودداری کنند از دادن شرحی وضعیت در مرز. تاجیکستان با قرقیزستان 970-980 کیلومتر خط مرز دارد که از آن 664 کیلومترش معین شده است. نامعین ماندن سرحد هر چند وقت سبب زد و خورد مسلحانه می شود. بخصوص در 2 سال گذشته شاهد مناقشه خورین و پرقربانی شدند. دعوا سر دسترسی به زمین و چراگاه‌ها، منبع‌های آب و دیگر منابع باعث سر زدن اختلاف‌ها میان ساکنان نزد مرزی و جلب نظامیان از هر دو طرف شد. فرزا محمدی، رادیو آزادی از منطقه‌های مرزی ولایت سوخت. برنامه را ادامه میدیم. در پی آفت‌های طبیعی سال گذشته در پاکستان که مردم زیادی را از منزل محروم کردند، یک معمار برای مردم آفت زده هزارها کلبه کم خرج تاب‌آور به آفت‌های طبیعی را تقدیم کرد. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه میدهد. این خانه ها در ولایت جنوبی سندی پاکستان خیلی ساده به نظر می رسند ولی در عمل این کلبه ها با استفاده از دستاوردهای علمی ساخته شده به آفتهای طبیعی تاب‌آور هستند. شکل عنعنوی کلبه تغییر نیافته است ولی آن زیر آب نخواهد ماند. برنامه بنیاد کلبه های اینوواسیونی تاب‌آور به آفتها بعد باران و آبخیزی های سال گذشته که باعث فوت بیش از 100,000 نفر و تخریب بیش از 1 میلیون منزل شده بود آغاز یافته. آن چیزی که مردم قبلا اختراع کرده است منطق خود را دارد. من کوشش کردم که با استفاده از تجربه آنها کلبه های تاب‌آور طرح‌ریزی نموده فضای مناسب برای زیست فراهم آورم. تشبوس لاری زمان مطرح شده است که معماران و سازمان های غیر دولتی با نظرداشت فاجعه های پشت سر شده و آفت های طبیعی سرشمار سالهای اخیر تلاش دارند محله های خراب شده را آباد کنند. آبخیزی سال گذشته کلبه گیلی خانم چمپا بای را ویران کرد. این خانم 60 ساله با اهل عائله‌اش به پناهگاه انتقال یافت. اما بعد مدت سازمان غیر دولتی هریتیج فاوندیشن آف پاکستان به او کلبه نوساخت تاب‌آور به آفت تقدیم کرد. خیلی خوشحالم. این خانه خوب است. نمیترسم که زیر باران و طوفان فرو می‌ریزد. منزل تاب‌آور است. از آن خیلی خوشم می‌آید. هنگام باران خانه‌های عنعنوی گیلی آب کشیده فرو می‌ریزند. ساختمان بیناهای خشتی برای مردم کمبغل گران است. کلبه‌های لاری در فوندامنت و یا زیربنای آماده با استفاده از چارچوب‌های بمبوکی و مصالح آبناگذر بنیاد می‌شوند. ساختمان آن 1 هفته را در بر می‌گیرد. برای بنیاد کلبه گیلی عنعنوی 3 هفته و برای بنیاد منزل خشت و سمنتی تا 2 ماه ضرور است. خرج بنیاد یک کلبه لاری معادل $87 آمریکا است. این خانه ها برای مردم کمبغل ساخته شدند. نرخ باید پایین باشد. کارشناس ساحه معماری نعمان احمد میگوید این خانه ها برای شهرها قابل قبول نیستند. این تنها پناهگاه است. در شکل کنونی تغییر آن و یا همراه کردن طبقه علاوگی امکان ندارد. اما ساکنان دهه پانا که سال 2022 قبل از آفت‌های طبیعی به کلبه‌های لاری کوچ بسته بودند میگویند آفت به آنها تأثیری نداشت. تا کنون لاری و سازمانش در سراسر پاکستان 55,000 کلبه تاب‌آور به آفت بنیاد کرده است و نقشه دارد که در آینده این رقم را به 350,000 برابر کند. برنامه ما پایان یافت. خدا نگهدار.